سلام و درود به دوستان، من المیرام. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. این اولین ویدیوی انیمیشنی منه دوستان، یعنی من یک کانال دیگه به جز این دارم که اصلا مربوط به این موضوع این کانال نیستش. میخواستم اینو بگم که من حدود 10 سال ارز دیجیتال، یعنی از هر نوعش که بگین، امتحان کردم که رایگان به دست بیارم. تاکید میکنم رایگان، یعنی تو یوتیوب خیلی سرچ کردم، باورتون نمیشه حدودا 10 سال شب تا صبح فقط من پیگیر این بودم که آقا این اتفاق مثبت میفته که من یک پول رایگانی به دست بیارم. فهمیدم نه، همش دروغه. حالا سرمایه گذاری هم بکنید باید تخصص خاص خودتون رو داشته باشید توی این هیته، و اینکه نمیشه بی‌گدار به آب زد و به درآمد خوب رسید و نمیدونم اون چیزی که دلتون بخواد. ولی تصمیم گرفتم که تو یوتیوب فعالیت کنم و اینکه واقعا دیدم یوتیوب درآمدش واقعی تره تا ارز دیجیتال. از وقتمون رو بهتره که گفتم توی یوتیوب بذارم تا بیام ارز دیجیتال بذارم، به دوستان معرفی کنم، به اقوام معرفی کنم و همه بگن که این نشدنیه، یعنی هیمان چی بگن که نه نمیشه. و واقعا من از یوتیوب میترسیدم، یعنی میترسیدم که چهرم به صحنه بیاد و مورد قضاوت قرار بگیرم. و اینکه خب استرس برای همه کارها وجود داره بلا استثنا، نمیشه ما بگیم استرس وجود نداره. چرا استرس هست، بلا استثنا هست. و اینکه به مرور زمان که شما تولید محتوا میکنین این استرس ها کم میشه. ولی در اصل موضوع من نمیخوام بگم که مثلا حتما بیان یوتیوب با اینا، ولی واقعا ارز دیجیتال کاری نیستش که هر کی انجام بده. یعنی من توی 10 سال خیلی تجربه ها درباره این ارز دیجیتال به دست آوردم. چرا مثلا میدونم مثلا بیت کوین مثلا چه جوری به دست اومده، چه شکلیه، مثلا اعدادش چه جوریه. یعنی باورتون نمیشه اولین سری که من بیت کوین رو داشتم شروع می‌کردم 40 میلیون پولش بود، پولی که اولین بار مثلا از دیجیتال بیت کوین رو خرید و فروش می‌کردن حدود 10 سال. یه مدت پیش بودم که خب اینو رایگان به دست بیارم که اصلا واقعا چیز محالیه. چرا نمیگم درون نشه، خیلی کم مثلا ارزی در بیارم که شاید خنده‌دار باشه، 80,000 تومان 70,000 تومان، این دیگه نهایت رایگان بودن ارز دیجیتال من بود برای درآوردنش. ولی خب واقعا اون چیزی که توقع دارید نیستش، اون چیزی که فکر میکنید ارز دیجیتال نه اونجوری جواب نمیده. فکر کنید مثلا آره یه چیز پول گلومه، چی میگن داستان یک شب پولدار شدنه. دقیقاً نه اونجوری نیست. یک شب پولدار نمیشین، یک شبه به اون آرزوهاتون نمیرسین. باید به آرزو رسیدن خیلی باید تلاش کرد، یعنی دونه دونه پله ها رو قدم زد و بالا رفت و آدم نمیتونه بگم که یک شبه پولدار بشه. این ویدیو رو میخواستم بسازم که یعنی اطلاع رسانی کنم که بگم یعنی ارز دیجیتال هم اونجوری نیستش که الله بخته که بیاد دستمون رو بگیره و اون چیزی ماشین لوکس، خونه لوکس و چیزایی که دلتون رو میخواد به دست بیارید. نه اونطوری هم نیست دوستان. فقط اومدم بگم که تلاش تلاش تلاش. حالا هر جور که دوست دارید توی یوتیوب فعالیت کنید، تو هیته کاری خودتون. به هر حال هر کی توی یک هیته‌ای یک هنری رو داره، یک پیشرفتی رو داره و پی اون هنرتون برید کار کنید، کاری رو انجام بدید دوستان. نه اینکه یه چیزی که میبینید به نفعتونه، نمیدونم رویا پردازیایی که میفروشن، یعنی میگن این پکیج ویژه رو بخرید مثلا یک شبه پولدار میشید. نه اینطوری هم نیست. هر چیزی، هر سرمایه گذاری به زمان نیاز داره. درس خوندن به سرمایه گذاری نیاز داره. چجوری؟ یعنی با پله پله قدم زدن، خوندن، وقت گذاشتن میتونیم به اون هدفی که دوست داریم برسیم. همینجوری هم خونه خریدن و ماشین خریدن هم همینجوریه. هیچکی یک شبه، یعنی یک دفعه‌ای نشده پولدار. وقت گذاشته، تایم گذاشته، از مسافرتش زده، از چی میگن تفریحاتش زده، از چیزی که شما فکرش هم برای شما کمه شاید زده به این مرحله از زندگیش رسیده. پس ما نمیتونیم راحت یه چیزی رو به دست بیاریم. بستگی به خودمون هم داره.
چقدر بتونیم جنم داشته باشیم، چقدر میتونیم اون قدرت رو داشته باشیم که در قبال شکست خوردنمون جواب مثبتی رو بدیم. فقط دوستان ممنون میشم که این ویدیو رو دیدین، یعنی وقت گذاشتین و این ویدیو رو گوش کردین و دیدین و بتونم که در طی آینده یک ویدیوهای جذاب دیگه هم بسازم و انیمیشن رو واقعا دوست دارم و بتونم اون چیزی که واقعا هست به مردم ارائه بدم. واقعا میدونم راه خیلی سختی رو انتخاب کردم برای انیمیشن سازی، ولی امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته و اتفاقای مثبتی رو با هم دیگه رقم بزنیم. من خودم در حیطه نقاشی خیلی حرفه‌ای ترم، به خاطر همین تصمیم گرفتم گفتم شاید بتونم تو حیطه انیمیشنی یه کارهایی رو انجام بدم. ممنون میشم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو به هم بگید. مرسی از دوستان، مرسی از شما و اینکه خیلی دوستتون دارم. مرسی، خدا نگهدار.